رفقای عزیز، امروز اومدیم با یه چالش خیلی جالب. من یه پیککس ندایتی دستمه و بعد از این بلاک وسط ما این کلمو برم جلو. وقتی این بلاکو بکنم یکی از این سه تا بلاک رو برام قرار میگیره. 3 ثانیه وقت دارین تو یک کدوم انتخاب کنین. 3 2 1 انتخاب کردین، ببینیم انتخابتون درست بوده یا غلط. خب بلاک کریستال بود. کیه درست انتخاب کردن تو کامنت ها بگن. خب مرحله بعدی obsidian هست، برف هست با بلوک. 3 2 1 انتخاب کردین. مثل اینکه obsidian. مرسی که تا اینجا ویدیو اومدی. لطفا دکمه لایک و سابسکرایب رو بزن. تازه کارمو شروع کردم، حمایت کنید. خب اینا سه تا بلاک بعدی. خب 3 2 1 انتخاب کردیم، ببینیم کدوم بود. اوه کیا درست انتخاب کردیم. اگه تا اینجا همه رو درست گفتی دکمه سابسکرایب رو بزن. خب مرحله بعدی 3 2 1 انتخاب کردی، ببینیم کدوم. خب تا اینجا دیگه 100% همین اشتباه رو داشتیم. خب سه تا بلاک بعدی 3 2 1 انتخاب کردی. خب اوه دیگه واقعا نمیدونم کسی این چالشو برده باشه، ولی اگه بردی کامنت کن ببینم تو کی که تونستی همه اینا رو درست حدس بزنی. خدا نگهدار.